گاهی ما یه روایاتی میگیم، البته نگفتیم تا حالا، من تو تلویزیون خیلی مبهم گفتم این روایت که برای شما میخوام بگم، ولی رک میخوام بگم، چون ما دیگه باید بحث ما با تلویزیون فرق بکنه دیگه. امشب جلسه ما اجرای تخصصی تره، خط قرمزا رو میخوایم بشکنیم، مجبوریم، چاره ای نداریم مقداری. لذا دین اسلام، رسول بزرگوار اسلام که خودشون چقدر درس میدادن توی این قضیه مسائل جنسی و خودشون چقدر عامل بودن، حرفایی که میزدن عمل میکردن. علمای ما، بزرگان ما عامل بودن، سعی میکردن این نکاتی رو که دین بهشون یاد داده عمل بکنن. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اگر مرد خانم مسلمون ابراز نیاز کرد، روایت حتی روی شتر، به او جواب بده. بنده در تلویزیون عرض کردم که ما روایت داریم فرمودن در هر موقعیت زمانی و مکانی. میگفتیم رو شتر که شیشه تلویزیون میشکوندن، ولی اینجا راحت تریم دیگه. آقای واعظ موسوی حضرت علی هم اجازه بدید ما راحت تر باشیم. رو شتر، خب بله، البته الان شتر تو خیابونای مشهد، خب نه، حالا زانتیا، ماکسیما، آقا پراید نداری؟ پراید که داری، فولکس. واقعیته. میدونید چرا خانم ها؟ همون داستانه. آخه بابا این شطور، خب بابا میریم بعد توی مثلا خونمون، آخه میریم به موقعیت مناسب. خب داستان همینه دیگه، داستانیه که این آقا الان احساس نیاز داره، این نیازه باید برآورده بشه.